салом бинандаи азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки тозатарин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро тақдими шумо мекунад. имрӯз 2 июн ва ҳамроҳ ин матлабҳоро хоҳем дид. имсол зоирони тоҷик барои зиёрати ҳаҷ беш аз $5000 харҷ хоҳанд кард. маҳдудиятҳои дигар низ ҷорӣ шудаанд. синни ниҳоии ҳаҷравандаҳоро 65 сола муайян кардааст. ситоди махсус сабаби сарзадани сӯхтор ва зиёни тоҷирони бозори фаровони шаҳри Бухтаро ҳисоб мекунад. ва майли ҷавонони тоҷик ба тамошои телевизионҳои русӣ кам ва ба шабакаҳои форсизабону узбекӣ бештар шудааст. пурсишро аз 16 сал кардем, пеш аз 18 сола сар мекардем, ҳозир аз 16 сола сар кардем. пас аз 2 соли танаффус ба сокинони Тоҷикистон иҷозат доданд ки барои адои ҳаҷи фарзӣ ба Арабистони Саудӣ бираванд, вале бо харҷи бештар. Ба иттилои Кумитаи дин, арзиши имсолаи сафари ҳаҷ тақрибан 61 000 сомонӣ, беш аз $5000 ҳисоб шудааст. соли 2019 харҷи сафари ҳаҷ беш аз 35 000 сомонӣ буд. сафари зоирон аз Тоҷикистон 20 июн оғоз мешавад. ҷузъиёти бештар ва омилҳои афзоиҷи харҷи сафари зоиронро дар гузориши Муллораҷаб Юсуфӣ ва Барот Юсуфӣ бубинед. ساکنان تاجیکستان بعد 2 سال انتظار امسال دیگر باره امکان به جا آوردن مراسم حج فرضی را دارند. کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان امسال از گران شدن نرخ حج خبر داد. با در نظر داشتی اون صفت خدمت رسانی که از جانب کشور میزبان در مشاهیر مینا و عرفه و مزدلفه پیشنهاد کرده می شود، گرانشوی نرخ در این سمت به طور جدی به نظر می رسد، زیرا مثلا اگر در سال 2019 آخرین موسم حجی که برگزار گردید، برای هر یک زائر ما برای مینا و عرفات و مزدلفه اگر $236 پرداخت کرده باشیم، امسال $1424 این نرخ را معین کرده از جانب عربستان سعودی. به همین خاطر این طبیعی است که با نرخ عمومی خدمت رسانی های حج تاثیر میگذارد. عامل دیگری گرانشوی نرخ حج را سخنگوی کمیته دین به بالاروی ارزش سوزشواری و خدمت رسانی نقلیاتی ربط می‌دهد. او اینچنین گفت در سال جاری برتریت به افراد داده می شود که قبل از پاندمی نامنویس شده بودند و تاکنون برای ادای سفر حج رفتن نتوانستند. محدودیت هایی که در این سمت امسال به نظر می رسد، محدودیت پیش از همه سن سالی است. امسال جانب عربستان سعودی با نظر داشت پاندمی فراگیر سن نهایی حج رونده ها را 65 ساله معین کرده است. یعنی شخصانی از 65 ساله بالا نمیتوانند به مراسم امسالی حج سفر برگردند. و در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان چون سالهای قبلی امسال هم شخصانی تا 40 ساله از تاجیکستان نمیتوانند به سفر حج به مراسم حج سفر برگردند. ضمناً امسال گرانشوی نرخ حج در بیشتر کشورهای مسلمان نشین به نظر می رسد. نرخ میانه حج در همسایه کشور ازبکستان $5650، در روسیه حدود $6000 و در قزاقستان $6500 را تشکیل می دهد. امسال سفر زائرین به عربستان سعودی 20 ایون آغاز می شود. بازگشت حاجیان تاجیک به وطن 17 ایول در نظر داشته شده است. طبق قوات عربستان سعودی امسال از تاجیکستان 3562 نفر به حج می روند. تا دوره پاندمی برای تاجیکستان حدود 6000 جای جدا می شد. زائرین تاجیک و بسیار کشورهای مسلمان نشین به خاطر پاندمی کرونا ویروس 2 سال اخیر نمی توانستند به حج بروند. مولارجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. барномаро идома медиҳем. мақомоти хатлон ба номнавис кардани соҳибкороне шурӯъ намуданд ки дукону амволашон дар натиҷаи сӯхтори шаби 1 июн ба коми оташ рафт. бар асари сӯхтор дар бозори фаровони шаҳри Бохтар 12 нафар ҷароҳат бардоштанд. ҳанӯз маълум нест дар ин ҳодиса чанд соҳибкор зарар диданд, вале шоҳидон мегӯянд теъдоди дуконҳои сӯхта бисёр зиёд аст. мумкин аст тоҷирон ба кӯмакҳои ҳукумат эҳтиёт пайҷо кунанд. ҳамкорам Тоҳири Сафар дар ин бора ҷузъиёти бештар дорад.
ده‌ها صاحبکار بازار آتش گرفته فراوان در باختر امروز در نزد ایداری بازار جمع آمدند تا خبری از مال و دکان‌های خود بگیرند. در درآمدگاه بازار هنوز هم ماشین آتش نشانی می ایستاد و مقامات به کسی اجازه نمیدادند بعد داخل بازار بروند. در ویدیوها شنیده می شود که تمام مال و پول بعضی از صاحبکاران سوخته و نابود شده است. شاهدان میگویند آتش دکان و رسته‌های زیادی را از بین برد. مقامات باختر گفتند برای رفع عاقبت‌های سوختار ستاد مخصوص بر رهبری معاون رئیس ولایت تأسیس دادند. حجم ضرر و سبب‌های سوختار تحقیق می‌شود که بنا به فرضیه مقدماتی آتش گرفتن بالون‌های گازی مایع بوده است. بازار فراوان بزرگترین بازار شهر باختر شب 1 ایون آتش گرفت که در نتیجه 12 نفر آسیب دیدند. کسی تلف نیافته است. بازار فراوان در مرکز باختر بار اول نیست آتش میگیرد. در گذشته هم این بازار به سبب رعایت نشدن معیارهای امنیتی یک دفعه سوخت و صدها صاحبکار و تاجر زیان دیده و مفلس شدند. حالا هم این نگرانی وجود دارد که صاحبکاران و تاجران با مشکلات و قرض‌هایی که برای تجارت از بانک‌ها گرفتند تنها میمانند. دیروز شماری قربانیان بینای فرو ریخته 10 طبقه در شهر آبادان ایران به 37 نفر رسید. تا هنوز معلوم نیست که در زیر خرابه ها کسی و یا جسد باقی مانده است یا نه. کیومرث سیاتو در این باره گزارش دارد. تعداد قربانیان فروریزی یک بنا در شهر آبادان ایران به 37 کس رسید. دست کم 5 نفر آنها دانشجو بودند. مقامات ایران گفتند که روز 1 ایون جسدی باز یک نفر را از زیر ویرانه ها بیرون آوردند. این بنا روز 23 می امسال چپه شد. تقریبا 40 کسی دیگر مجروح شدند. معلوم نیست که آیا در زیر خرابه ها جسدهای دیگر نیز ماندند یا نه. فروپاشی بنای ناتمام در شهر آبادان یکی از تصادف‌ها یا حادثه های مرگبارترین در سالهای اخیر در ایران بوده است. مقامات ایران چپه شدن بنا را به وجود فساد مالی و سهلنگاری مقامات محلی ربط دادند. آنها میگویند که تا این دم 13 کس از جمله رئیس شهر آبادان و منصبداران دیگر را برای نقض قانونی ساختمان بازداشت کردند. در همین حال مردم نیز به اعتراض خود علیه سهلنگاری و فساد گسترده میان منصبداران ایران ادامه می‌دهند. در تاجیکستان هواداران تلویزیون‌های روسی و افغانستان کمتر شدند. این نتیجه یک پرسشی است که در میان 2,500 ساکن منطقه‌های گوناگون کشور گذرانیده شد. اما با این وجود به گفته محققان کم شدن توجه تأثیر تلویزیون‌های روسیه به تاجیکان کم نیست. ساکنان در تاجیکستان حالا بیشتر به کدام شبکه‌ها رو آوردند و چرا؟ در گزارش از همکار ما برات یوسفی می‌بینیم. یک تحقیقات روشن کرده است که در 2 سال اخیر شماره بینندگان تلویزیون‌های روسیه در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کم شده است. بر اساس نتیجه گیری تحقیقات سازمان جمعیتی مشورتی رسانه‌ای، مقام تلویزیون‌های روسیه را در تاجیکستان شبکه‌های تلویزیونی فارسی و ازبک زبان تنگ کردند. زباندونی کم شد. پیش اگر بستگی زیادتر بود آزم 30 سال رفته شده است. ما تیم بوله اینجا این دفعه نه پرسش رو از 16 سال کردیم. پیش 18 سال سر میکردیم. آزم از 16 سال سر کردیم. با 2500 نفر. اما با گفته مؤلفان تحقیقات صرف نظر از کاهش بیننده ها تاثیر تلویزیون های روسیه همان در تاجیکستان گسترده باقی مانده است. یک قسم پرسیده شدگان گفتند که به اطلاع و ترغیبات تلویزیون های روسی هنوز هم اعتماد دارند. مردم همون گپی که واسطه اخبار عمومی روسیه داده است همون گپ نریزونده نچکونده در بازار در همین گفتگوی هر روزه ما همین چیزا وای کرده است گفته داده است. یعنی که اون نفهمیدن زبان ممکن است اونقدر سبب نباشه. تحقیقات اکثریت‌های رسانه‌ای در میان اهالی تاجیکستان نقش رسانه‌ها را در 2 سال اخیر نتیجه گیری کرده است. یک خلاصه دیگر تحقیقات این است که بعد به سر قدرت رسیدن طالبان بینندگان تلویزیون‌های افغانی در تاجیکستان به مراتب کاهش یافته است. ساکنان سبب این را زیاد شدن برنامه‌ها به زبان پشتویی توضیح دادند. افضلیت‌های رسانه‌ای مردمی که در منطقه‌های نزد مرزی استقامت نکنند به نظر گرفته شود و برای جلب کردن توجه آنها هم از جانب رسانه‌های
دولتی ها هم از جانب رسانه‌های مستقل باید هرچی بیشتر مندرجه یا محتوای جالب در خور زندگی مردم آماده کرده شود. در این صورت آنها میتوانند در تامین امنیت اطلاعاتی در فضای اطلاعات تاجیکستان سهم داشته باشند. تحقیقات میگوید در 2 سال گذشته نقش رسانه‌های چاپی در کشور پایین رفته، جای آن را شبکه اینترنت گرفته است. پرسیده شده ها گفتند خبرها را اساساً از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. همچنین سامانه‌های رادیوی آزادی و آزیا پلوس از منابع دیگری اساسی اطلاع رسانی برای ساکنان تاجیکستان بوده است. برنامه رو با یک گزارش از خطلون پی میگیریم. زمستان کمبرف و بهار کمباریش احوال کشاورزان خطلون، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان را بد کرده است. هزاران کشاورز منطقه شکایت دارند که به سبب کم‌آبی کشتزارهایشان خشک شده است و از آن نگرانند که وضع زندگیشان بدتر می شود. آنها نمیدانند که امسال چقدر حاصل میگیرند و از کدام حساب زندگی میکنند. همکارم محمد وفا رحمتزاده گزارش دارد. علی حبیبوف امیدوار بود که امسال از این گندمدارش ذخیره 1 ساله گندمش را جمع آوری میکند، اما امیدش برباد رفت. سببش هم برف کم در زمستان و بهاری کمباریش امساله بود. گندم، نخود، زغیر کردی امسال خشکی اومد و باد و بارش نشد و همین گندم هم نشد و زغیر هم نمیشد، نخود هم نشده. روی همین زمین که مخصوصا ما میکاریم لرمه هم که باشه باد بارش میشید خیلی کمتون میشه. این سال نشده میخواد. حالا این ساکن دهه کلتشوری ناحیه کوشانیان نمیداند از 3 هکتار زمینش چی حاصل میگیرد. مردم این دهه و دیگر ساکنان ناحیه های وحش و کوشانیان اکثرا کشاورز هستند. غله دانه کش میکنند، اگر حاصل زیاد شد ذخیره خود را میمانند و بقیه را میفروشند. ظاهرا امسال مجبورند برای زمستان خودشان غله و گندم بخرند. زندگی ما روی همین زمین است. زندگی ما روی همین غله و دان. امسالی که غله و دان باشد، امسالی که ما زندگی ما پیش میره. گومون نشیده، گو هم نمیشه، مال هم نمیشه و ماده. خشکسالی نه تنها به گندمزارها بلکه چراگاه‌های ولایت خطلان را به بروقتی نابود کرد. باگاد بوران یک بار شد دیگه گرم شده. اینزول گوسفندها خراب چند تاش رخت مرده اومده است. این چوپان‌ها از بس که در قبادیان علف کافی نیافتند، رمه‌هایشان را به ناحیه وحش آوردند. شرایط وزمینه، علف نیست، خوش شدن داره. اما جای همین چیکار کنیم که دنیا همین خیلی شده. پگودا همین خیلی اومده است. همین ده مرده بسیار قیم میشه. عذاب دهقانان و همه این فلاکت به گفته متخصصان به دلیل تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین است. من همین سال در کوهستان خشکسالی به وجود آمد. زمستان قریب تماما در همین ناحیه‌های کوهی بارشات نشد. وقتی که بارشات نشد آب هم نبود. تاجیکستان که در آسیای مرکزی یکی از گوشه‌های خشک و گرم کره زمین جایگیر است و گفته کارشناسان در برابر تغییر اقلیم فوق‌العاده آسیب پذیر می باشد. بیشتر از 70% اهالی کشور در دهات به کشاورزی مشغولند و هر گونه خشکسالی آنها را فقیرتر می کند و در ورطه گرسنگی قرار می دهد. و روز 31 مای ملاقات رهبری آژانسی اطلاعات و ارتباطات ازبکستان اسدجان خوجایف با پرزیدنت رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد جیمی فلای و نماینده این رادیو پهلوان تورگونوف برگزار گردید. جانب‌ها مسائل موجود و راه‌های حل آنها از جمله با قانونگذاری ازبکستان و معیارهای اخلاقی روزنامه‌نگاری مطابق کردن مطلب‌های را بررسی نمودند که در بخش ازبکی رادیوی آزادی نشر می‌شوند. بیننده عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر می رسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این را در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. تا برنامه های دیگر روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.